اما ما با تحقیقات دقیقمان بالاخره پی به دلیل این شجاعت غیرعادی انسانها بردیم. آنها نوعی وسیله دفاعی بیولوژیک دارند که نامش امید است. چیزی که ما در مورد امید دستگیرمان شد این است که یک جور سپر حفاظتی نامرئی است که باعث می شود آدم ضد ضربه شود و آدمها را دچار این احساس می کند که در آینده همه چیز قرار است بهتر شود و یک جوری می شوند که در مقابل همه سختی ها مقاوم می شوند و اگر اتفاق بدی بیفتد خوشحال می شوند که اتفاق بدتری نیفتاده. مسئولین زمین که هم دلسوزانه برای آدمها کار می کنند بیشتر از این که با آنها امکانات و کار و مسکن و اینها بدهند امید می دهند که جواب می دهد و کم خرج و بسترفه است و به نسبت مساوی بین همه تقسیم می شود و کسی سر آن با دیگری دعوا ندارد، زیرا منابعش نامحدود است و سهم